این داستان تتوها رو برای من تعریف کنی. 15-16 سالم بود. با یه گروه رپر آشنا شدم. براشون خوندم. خوششون اومد. اومدم خونه. به مادرم گفتم میخوام رپ بخونم. توجه نکرد. منم یه روز به بچه ها گفتم با هندیکم ازم فیلم بگیرن. فیلم خوندن رو که مادرم دید گریه کرد. بعد با اون چند روز حرف نزد. منم لج کردم. رفتم پیش یکی از دوستام که تتو میزن. این تتو رو اون برام زد.